روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگ. طول تخمیناً 10 دقیقه بعدی درباره تعقیب خشونتبار اعتراضی مردمی در شهر جلال آباد افغانستان، سبب بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان، بازداشت شخصی متهم با تجاوز به ناموس طفل 9 ساله در ولایت ختلان و تقدیم جایزه‌ها در عرفه 30مین سالگرد استقلال تاجیکستان گزارش می‌دهیم. روز سه‌شنبه ساعت 13:52 وقت محلی در 156 کیلومتری شمال و شرق شهر دوشنبه در کنار ناحیه تاجیک‌آباد زمین جنبی به قید گرفته شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان ابراز داشته است که تکان زمین به 3-4 درجه برابر بوده است. زلزله سخت در منطقه رشت روز 10 ایول روی داده باعث خرابی 10 منزل و هلاکت 5 نفر در ناحیه تاجیک‌آباد شد. به گفته کمیته در نتیجه زمین لرزه اخیر خسارات و تلفات جانی به قید گرفته نشده است. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز چهارشنبه 18 آگوست در گفتگوی تلفنی از وضع در افغانستان نگرانی کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داد که امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین گفتند که ادامه ناآرامی‌ها در افغانستان می تواند به امنیت منطقوی تأثیر منفی رساند. جانب‌ها به هماهنگی برای حفظ مرز تاجیکستان و افغانستان و مساعدت بر روند حل صلح‌آمیز قضیه افغانستان تاکید کردند. ماه روان نیروهای تاجیکستان و روسیه در نزدیکی‌های مرز تاجیکستان با افغانستان محو گروه‌های تروریستی را تمرین کردند. بر علاوه روسیه برای مقابله با حمله‌های احتمالی گروه‌های تندرو از افغانستان به تاجیکستان کمک می‌کند و پایگاه نظامی 201 روسیه در دوشنبه نیز به این هدف از سوی مسکو تقویت شده است. مقامات تاجیکستان میگویند بیش از 900 کیلومتر خط مرز تاجیکستان با افغانستان زیر نظارت طالبان قرار دارد و احتمال پناهجویان بیشتری وارد این کشور شوند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن میگوید وقتی واشنگتن تصمیم گرفت که بعد 20 سال جنگ نیروهایش را از افغانستان بیرون برآورد، بی سر و سامانی در این کشور ناگزیر بود. روز چهارشنبه در صحبت با تلویزیون ABC آمریکا بایدن تاکید کرد که هیچ امکانی برای جلوگیری از بی سر و سامانی و تلاطم طوری در فرودگاه کابل به چشم خورد وجود نداشت. کشورهای غربی کوشش دارند که دیپلمات‌ها، شهروندان ملکی و افغان‌های همکارشان را به خارجه انتقال دهند. پیش از آن وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا لوید آستین گفت برای تامین امنیت تخمیناً 4,500 نظامی آمریکا در فرودگاه کابل مستقر میباشند و طالبان با آنها مخالفت نمیکنند. آستین علاوه کرد که نظامیان آمریکا از فرودگاه بیرون نمیشوند و از این رو آنها نمیتوانند افراد ملکی را به فرودگاه کابل برند. گزارش‌های نشر شده است که طالبان به مردم ملکی امکان نمیدهند وارد فرودگاه شوند. یک دیپلمات آمریکایی در صحبت با خبرنگاران گفت کشورش انتظار دارد که طالبان مانع ترک کشور نمودن افغانها نخواهند شد. روز 18 آگوست خبرگزاری افغانی پژواک و اسوک نیوز نوارهای کاربران از اعتراض مردمی در شهر شرقی جلال آباد افغانستان را نشر کردند. در نوار دیده می شود که طالبان به طرف مردمی که بیرق ملی دولت افغانستان را برداشتند تیرخوالی می کنند. اثنای نوارگیری این اعتراض سلاح به دستان طالبان یک خبرنگار محلی و یک نواربردار خبرگزاری دیگر را لطوکوب کردند. خبرگزاری ریترز از قول شاهدان آورده است که در این اعتراض کمش 3 کس به هلاکت رسیده است. اگنتی اویاسیون گرجدنی تاجیکستان گفت با برقرار شدن پروازهای منتظم نرخ بلیط‌ها از تاجیکستان به روسیه تا 50% ارزان می شود. روسیه با تاجیکستان شماره پروازهای مستقیم میان دوشنبه و مسکو را تا 14 پرواز زیاد کرد. اکنون هر هفته در خط سیر دوشنبه مسکو دوشنبه شرکت هواپیمایی وطنی سامونایر 7 پرواز
و شرکت یوتیر 7 پرواز دیگر انجام می‌دهد. گفته می‌شود در بیانیه اگنتی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان. در بیانیه همچنین گفته می‌شود که در برابر افزایش یافتن پروازهای منتظم بین‌المللی در خط سیر دوشنبه مسکو دوشنبه قرار قبول شده است که از فرودگاه‌های بین‌المللی دوشنبه خوجند و کولاب یک پروازی در یک هفته در همه سمت‌های برقرار شده عملی می‌شود. بینندگان محترم، روزهای اخیر شرح و سوالهای زیادی شما را دسترس کرده ایم که از بلندشوی نرخ مواد سوخت نگران هستید و سبب آن را پرسان شده اید. حبیب عبدالله‌زاده نماینده خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید بالاروی یکباره نرخ گاز مایع و بنزین در تاجیکستان به گران شدن نرخ آن در کشورهای صادرکننده وابسته است. عبدالله‌زاده در یک صحبت با رادیوی امروز گفت که گاز مایع در بازارهای منطقه در یک هفته $120 گران شد. تاجیکستان اساساً گاز مایع را از قزاقستان و بنزین و سوزشواری دیزلی را از روسیه وارد می کند. این منصبدار تاجیک با تکیه به معلومات پایگاه معلوماتی بازرگانی مواد سوخت ارگوس گفته است نرخ یک تن گاز مایع در بازارهای منطقوی 13 ینور $385 نرخ داشته 11 اوگوست قیمت یک تن گاز مایع به $670 رسید. افزایش نرخ 74% بوده است. حالا در فروشگاه‌های مواد سوخت تاجیکستان بنزین A92 با ارزش تخمیناً 10 سومانی برای 1 لیتر و 1 لیتر گاز مایع با قیمت 7 سومانی و 30 یا 50 درم فروخته می شود. گرانشوی نرخ مواد سوخت پیش از همه نگرانی رانندگان نقلیات جمعیتی و رانندگان تاکسی را به بار آورد که میگویند ناگزیر نرخ راهگیرا را بالا میبردارند. اقتصاددانها میگویند بالاروی نرخ مواد سوخت به طور زنجیره‌ای به نرخ مال و محصولات و ارزش خدمات در کشور تأثیر خواهد گذاشت. امروز در کلیسای پراوسلاوی نصرانی شهر دوشنبه مراسم ویدا با سرگئی توتین خلبان یا خود پیلوت چرخبالی که در صدمه روز 4 اوگوست در ناحیه ونج فوتید دایر می شود. جسد خلبان 2 هفته پس از این حادثه 18 اوگوست از سوی نجات بخشان شهر خاروغ از بلندی پایین فراورده شد. صدمه چرخبال خدمات مرزبانی تاجیکستان که برای نجات کوهنوردان رفته بود ابتدای ماه روان در حدود دهه پایمزار روی داد. این یکی از دهه‌های دوردست ناحیه ونج می باشد که پایان پیریخ‌های فیچنکو، کشالایخ و خرسان جایگیر است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت مرد 45 ساله جماعت دهات هلالی ناحیه خراسان ولایت ختلان خبر می‌دهد که با تجاوز و کشتار نابالغ 9 ساله گمانبر می شود. وزارت کارهای داخلی با پخش اخبار رسمی نوشته است که حادثه روز 16 اوگوست سال روان تخمینا ساعت 2 رخ داد. این مرد در حالت مستی دختر بچه 9 ساله ساکن جماعت دهات هلالی را به منزل استقامتیش آورده به ناموس وی تجاوز کرده است. سپس او را به قتل رسانیده است. گفته می شود که علیه گمانبر شونده با ماده 104 قسم 2 و 138 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز شده تفتیشات ادامه دارد. مقامات از این بیشتر جزئیات نداده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به 120 نفر جایزه و عنوانهای دولتی تقدیم کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت می نویسد روز 18 اوگوست در یک مراسم خاص به پیشواز 30 سالگی استقلال جمهوری 120 نفر از دست پرزیدنت تاجیکستان مکافات و عنوان و جایزه های دولتی گرفتند. هرچند در خبری دفتر مطبوعات ریاست جمهوری نام و نسب برندگان جایزه ها آورده نشده است، اما از عکس‌هایی که این نهاد نشر کرده است دیده می شود که در میان برندگان جایزه ها رئیسان 3 ولایت تاجیکستان، برخی منصبداران حاضر و سابق کشور، وکیلان پارلمان، سفیران و دیپلمات‌ها و آموزگاران و عالمان جوان و همچنان دیگر چهره‌های فرهنگی نیز هستند. حالا درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 19 اوگوست بانک ملی $1 ایالات متحده آمریکا را 11 سومانی و 33 درم، 1 یورو را 13 سومانی و 27 درم و 1000 روبل روسی را 153 سومانی و 70 درم مقرر کرده است. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت حاضره به پایان می‌رسد. روز شما خوش.